از این کشتار هاست. آنها بدون هیچ گونه حمایت یا کمک دولتی و یا دریافت کمک مالی از دولت‌ها و سایر مؤسسات وابسته به آنها این پروژه تاریخی را سازماندهی کردند. همچنین آرمان برگزار کنندگان این دادگاه این است که این نوع دادرسی الگویی شود. برای سایر قشرهای جامعه ایران تا بتوانند به دادخواهی و رسیدگی به امور حقوقیشان در موقعیت فعلی ایران بپردازند. با این هدف که سرانجام چرخه خشونت و کشتار در فرهنگ و جامعه ایران خاتمه یابد. و قدرت نظامی حقوقی مستقل و عدالت اجتماعی برقرار شود. در پاسخ به پرسشی که گفته می شود هزینه‌های این دادگاه را دولت آمریکا تعیین می کند، جان کوپر گفت قبل از هر چیز باید بگویم من و سایر همکارانم داوطلبانه به این پروژه پیوسته ایم و پولی دریافت نمی کنیم. ما مطلقاً هیچ گونه کمکی از سازمان‌ها و دولت‌ها نمی‌گیریم. من حتی با نمایندگان پارلمان و احزاب درباره این پروژه صحبت نکردم. که شایعه وابستگی به آنها را پیدا نکنیم. تأمین هزینه‌های این دادگاه به عهده کمیته‌ای است که از طرف سازمان دهندگان برای جمع‌آوری کمک مالی از افراد و نه از دولت‌ها سازماندهی می‌شود. دانیل تروپ در این باره گفت شاید هیچ کس به اندازه ما در این باره دغدغه فکری نداشته باشد. شرط پیوستن من به این پروژه استقلال آن از دولت‌ها و احزاب سیاسی بوده است. من حاضر نیستم در دعواهای سیاسی طرف یکی را علیه دیگری بگیرم. هدایت متین دفتری گفت راز موفقیت این کارزار استقلال آن بوده است.
و اگر غیر از این بود من هم به آن نمی‌پیوستم. در پاسخ به پرسش دیگر در مورد روش کار اجلاس 5 روزه کمیسیون حقیقتیاب ایران تریبونال در لندن یادآوری شد که کمیسیون تحقیق به صدها برگ مدارک که خانواده‌های جان باختگان و جان به در بردگان به آنها ارائه داده‌اند رسیدگی می‌کند و به شهادت 80 تن از شاهدان اعضای خانواده‌ها و جان به در بردگان که از چندین کشور جهان از جمله از ایران به لندن آمده بودند رسیدگی خواهد کرد. بعد از پایان اجلاس تحقیق در لندن کمیسیون طی 3 هفته مدارک و شواهد را از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار می‌دهد. تا افراد مسئول روش و برنامه سیستماتیک شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین جزایی بین‌المللی و میثاق جهانی حقوق بشر که ایران نیز یکی از امضا کنندگان آن است مشخص شده و سپس گزارش خود را به تیم دادستانی اجلاس بعدی ایران تریبونال که با فاصله 25 تا 27 اکتبر در لاهه برگزار می شود ارائه خواهد کرد. تا بر اساس آن علیه جمهوری اسلامی ایران کیفرخواست صادر کند. در ادامه گفته شد نکته قابل توجه این است که قضات تحقیق و تمامی اعضای کمیته راهبردی کارزار ایران تریبونال از شناخته شده ترین حقوقدانان و وکلا و پژوهشگران حقوقی و قضایی قضایی درجه 1 جهانی هستند و همه داوطلبانه حاضر شدند در این دادگاه مردمی خدمت کنند. اسامی و موقعیت بین‌المللی اعضای تیم قضات تحقیق به این ترتیب است: پروفسور اریک دیوید، استاد حقوق کیفری بین‌المللی و رئیس مرکز قوانین بین‌المللی در دانشگاه بروکسل. و یکی از مهمترین کارشناسان عالی رتبه حقوق کیفری در جهان است.
پروفسور دانیل تروپ، استاد حقوق در دانشگاه مونترال و کارشناس حقوق اساسی. پروفسور ویلیام شاباس، استاد حقوق بین المللی. و شناخته ترین کارشناس حقوقی در رابطه با مسئله اعدام. و رئیس اتحادیه بین المللی دانشمندان قتل عام است. ماریا لوئیس اسمال، فعال حقوق بشر علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی که همراه همسرش پروفسور کارل اسمال عضو متوفی کمیته راهبردی حقوقدانان ایران تریبونال. عضو کمیسیون حقیقت‌یاب آفریقای جنوبی بودند. در پایان همان گونه که مادران خاوران اعلام کردند، تشکیل این دادگاه یک دستاورد تاریخی برای همه خانواده‌های جانباختگان دهه 60 و جان به در بردگان از این کشتار وحشیانه است. و شکل‌گیری آن یک موفقیت بزرگ است از راستای مبارزات مردم ایران برای رهایی. با تشکر. ممنون از شما خانم اشرف آبادی به خاطر گزارش مبسوطتون.